منابع اهل سنت و تلبیس آخوند طبسی در مورد تولد مهدی. مسئولیت گروه مهدویت و آیت الله طبسی هست. بله. مسئولیت گروه مهدویت و آیت الله طبسی هست. آخوند طبسی که به مرتبه آیت الله هم رسیده است، میگوید بیش از 60 مرجع اهل سنت ولادت مهدی را تصریح کردند و در بین این 60 مرجع ایشان 4 نفر از مهمترین آنها را ذکر می کند. ولی در مورد هر 4 مصدر مرتکب خیانت شده و سخن نقل شده از شیعیان توسط مؤلفین این کتاب را به خود اصحاب این کتب نسبت می دهد. حسب تتبعی که ما داشتیم بیش از 60 نفر از علمای اصلی از علمای و قدمای اهل سنت اعتراف دارند که آقا امام حسن عسکری فرزندی داشتند و در حیات امام عسکری این فرزند دنیا آمد. خب من اسم چند تا رو برم، ولی خب من اسم ببرم چه فایده داره؟ اینها وقتی که میان محصور و خلاصه میکنن علماشون را و کتابهاشون را در 2 تا کتاب، بله، یا در 1 کتاب، باقی هیچ هم. میگه فقط ما بخاری را قبول داریم، ما مسلم شاید قبول نداشته باشن، بعضا ما بخاری را قبول داریم، یعنی در 1 کتاب من خلاصه کنن. حالا ما خواسته باشیم براشون مدرک بیاریم، براشون اسم کتاب ببریم، نه همه رو زیر سوال میبرن. خب آقای ابن حجر، بله ابن حجر مکی در صواعق المحرقه تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی دارد، اسمش هم میبره، اسم فرزندش هم میبره و میفهمد که ایشون آتاه الله الحکمه در سن 5 سالگی. بله. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد، تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. من تا 1 سال حاضرم اینجا روز شب 1 ساعت بحث کنم و روایات را مطرح کنم و حول و حوش روایت بحث کنم. اما کتاب و مصدر اول، الصواعق المحرقه. الصواعق المحرقه علی اهل الرفض والضلال والزندقه عنوان کتابی است که توسط شهاب الدین ابوالعباس احمد ابن محمد ابن علی ابن حجر هیثمی سعدی انصاری شافعی برای رد و ابطال عقاید و تاریخ تشیع نگاشته شده است. نویسنده کتاب که شیعیان رافضی را اهل بدعت و گمراهی می‌داند، در این کتاب می‌گوید مهدی از نسل امام حسن هست، نه امام حسین، و در دنباله سخن خود درباره عقیده شیعیان پیرامون مهدی می‌فرماید از خطرات و نادانی برخی از شیعیان این است که روایتی که دلالت بر این دارد که مهدی از نسل حسن می باشد و روایتی که می گوید نام پدرش نام پدر من است، هر دوی این روایات وهمی می باشد و گمان اینها که امت اجماع نموده که مهدی از نسل حسین می باشد توهمی بیش نیست. چگونه می توان به طور دلخواه نسبتی وهمی به راویان داد و به مجرد تخمین و گمان نقل اجماع کرد؟ روافض مدعی هستند که حجت همان مهدی است که پدرش فرزند دیگری نداشته است و در حالی که 5 ساله بوده پدرش درگذشته است و الله به ایشان حکمت بخشیده همان گونه که به یحیی در خردسالی حکمت بخشید و او را به مقام امامت رسانده، همان گونه که عیسی علیه السلام را در کودکی به این مقام رساند. و در جای دیگر ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه می‌فرماید خیلی از شیعیان معتقدند که حسن عسکری هیچ فرزندی نداشته، چرا که برادرش جعفر پس از مرگ وی در پی میراث خود آمد و اینکه برادرش طلب میراث می‌کند دلالت بر این می‌کند که هیچ فرزندی نداشته. پس از اینکه عده‌ای خواستند با تعصب وجودش را اثبات کنند و بگویند جعفر خواسته میراثش را چپاول کند.
و گروهی از شیعیان این جعفر را گمراه می‌دانند و در ادعای میراث برادرش به وی نسبت دروغ می‌دهند و او را جعفر کذاب می‌خوانند. حال اینکه گروهی از شیعیان از وی پیروی کرده و امامتش را اثبات می‌کنند. خلاصه اینکه شیعیان پس از درگذشت حسن عسکری 20 گروه شدند و جمهور شیعیان غیر از امامیه معتقدند که حجت کسی غیر از این شخص است. اگر شخصی این مدت زمان طولانی را غائب باشد، از کارهای خارق العاده به شمار می رود و سزاوار بود برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صورت گیرد. سپس در شریعت ثابت است که ولایت کودک اعتباری ندارد. پس چگونه این احمقهای نادان و بیخبر گمان می کنند وی در کودکی و در سن 5 سالگی به مقام امامت رسیده؟ با توجه به اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از چنین چیزی خبر ندادند و این اعتقاد چیزی جز دروغ و جرأت و تهمت بر شریعت روشن و آشکار نیست و خیلی از اهل بیت میگویند چه کسی از وی خبر داده و راهش کجاست و اینها با ایستادن سوار بر اسب بر در سرداب و طلب ظهورش خود را مضحکه خردمندان کرده اند و شاعر چه زیبا می سراید. آیا وقت آن نرسیده که سرداب کسی را بزاید که از سر نادانی معتقدید با او سخن میگویید؟ پس با عقلهایتان خداحافظی کنید که شما در خرافه بودن پس از سیمرغ و غول سومی هستید. باشد که این تلاش ما ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما نقل دوم این آخوند از کتاب العبر امام ذهبی رحمه الله. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد که تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی رحمه الله در کتاب العبر پس از اینکه عقاید شیعیان را در مورد مهدی ذکر میکند میفرماید گمراهی رافضه پایان ندارد. اینها گمان میبرند که مهدی داخل سردابی در سامرا مخفی شده و تا به حال نیز همانجاست و زمانی که گم شده عمرش 9 سال و یا کمتر بوده است. و اما مرجع سوم ذکر شده توسط این آخوند. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد که تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی رحمه الله در کتاب تاریخ الاسلام میفرماید و شیعیان مدعی هستند که وی در سرداب خانه پدرش مخفی شده در حالی که مادرش به او مینگریست و تا حالا از آن سرداب خارج نشده است. بنده یعنی امام ذهبی میگویم به هر حال گمراهی روافض پایانی ندارد. بار الها ما را بر محبت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بمیران. اعتقادی را که این رافضیان در مورد این منتظر دارند نباید هیچ مسلمانی در مورد علی رضی الله عنه و حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد. از الله عفو و بخشش و سلامتی را می‌طلبیم و به او پناه می‌بریم از اینکه متوسل به دروغ شویم و سخنان راستین را رد کنیم، همچنان که شیوه و منش شیعه است. و در جای دیگری از همین کتاب می‌فرمایند اما فرزندش محمد ابن حسن که رافضه او را خلف حجت می‌نامند در سال 805 متولد شد و نیز گفته می‌شود سال 56. 2 سال پس از پدرش زیست، سپس گم شد و معلوم نیست چگونه ناپدید شد. مادرش ولد می باشد و رافضیان معتقدند 450 سال است، یعنی تا عصر خود ذهبی که او زنده است و علم پیشینیان و آیندگان را می داند
و اعتراف می کنند که هیچ کسی او را ندیده است. از الله می خواهیم عقلها و ایمان ما را برایمان حفظ کند. و مصدر چهارم، باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب سیر یادم میاد، تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش فرزندی داشتند و اسم فرزندشون هم میبرد. امام ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا می‌فرماید و محمد همان کسی است که شیعیان معتقد هستند که امام حجت میباشد و صاحب الزمان است و صاحب سرداب سامر را و او زنده است و نمیمیرد و زمین را پر از عدل و داد میکند همان گونه که پر از ظلم و ستم شده است. به الله سوگند، ای کاش چنین بود. اینها بیش از 470 سال است که انتظارش را میکشند تا زمان مؤلف کتاب یعنی امام ذهبی، و کسی که تو را به غائبی حواله دهد با تو منصف نبوده تا چه برسد تو را به چیزی محال حواله دهد و انصاف در میان مردم اندک است. و به الله پناه میبریم از نادانی و پیروی از هوای نفس. برفرض که چنین اتفاقی رخ داده است، چه کسی او را دیده است؟ و در مورد زندگیش حرف چه کسی را باور کنیم؟ و چه کسی گفته که او معصوم است و همه چیز را میداند؟ این اعتقاد هوا و هوس آشکار است و تسلط این اندیشه سبب گمراهی و تحیر می شود و هر باطلی را تجویز می کند. الله ما و شما را از استدلال به سخنان محال و دروغ و رد کردن و نپذیرفتن حق و حقیقت نجات دهد، چیزی که روش و مسلک و منش شیعیان امامی می باشد. بینندگان گرامی، ائمه اهل سنت در مقام نقد اعتقادات باطل روافض درباره مهدی را نقل نموده و سپس آن را رد کرده و به آن می‌خندند. ولی این جاهلان به دروغ می‌گویند ائمه اهل سنت به ولادت مهدی تصریح کرده اند. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلاً حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف بزنید. فلانی روایات ما را صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن. ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن.